دکتر، بینی من چند وقت کیپ شده. از کجا بفهمم که پولیپ دارم یا نه؟ خیلی از مردم وقتی که بینیشون کیپ میشه فکر میکنن که پولیپ بینی دارن. خیلی از مریضا میان مطب، همین که میشینن میگن آقای دکتر ما پولیپ داریم، اومدیم پولیپمون رو عمل کنیم، در حالی که اکثر اوقات اینطور نیست. حالا از کجا میشه فهمید که ما پولیپ داریم یا نداریم؟ بعضیا وقتی بینیشون کیپ میشه میرن جلوی آینه، یه نور میندازن داخل بینی، یه برجستگیای دو طرف میبینن، فکر میکنن که این پولیپه و بعد بریم پولیپمون رو عمل کنیم. ببینید در حالت اکثر وقتها اون برجستگی‌هایی که شما توی بینی می‌بینید جلوی آینه، اونا شاخک‌های تحتانی بینی هستن که در اثر آلرژی بزرگ شدن. بزرگ شدن اینها میتونه باعث گرفتگی بینی بشه و حتی ممکنه تو معاینه حتی با یه نور معمولی جلوی آینه هم دیده بشه و شما فکر کنین که این زایه برجسته چیه داخل بینی من که خب فکر می‌کنید پولیپه و بعد عمل بشه. این زایه برجسته شاخک تحتانیه، معمولا با دارو میشه کوچیکش کرد، مواردی که مقاومه یا خیلی بزرگه با جراحی هم میشه کوچیکش کرد. اما پولیپ بینی یه بیماری آلرژیک، زایاتی شبیه صدفی رنگ یا شبیه رنگ نوک ناخن. این زایات داخل بینی یواش یواش رشد میکنن، به داخل سینوس ها هم کشیده میشن و معمولا باعث گرفتگی بینی میشن، منتها در مراحل انتهایی، یعنی وقتی که همه سینوس ها پر شدن و داخل بینی پر شده، اون موقع دیگه یواش یواش نفس بیمار خوب از طریق بینی برقرار نیست. منتها خب شاید شما فکر کنید که من از کجا بدونم حالا تفاوتشون، چه موقع باید مثلا شک کنم که پولیپ هست یا نه، که این مواقع باید مراجعه کنیم به پزشک و تحت معاینه قرار بگیرین. اما اگر سوالی دارین، فکر می‌کنین که شما هم پولیپ دارین و شک دارین نسبت به این قضیه، توی کامنت ها بپرسین، من در خدمتتون هستم.